خوش اومدین به اولین ویدیوی کانال من. باشه خب داداش، حالا چه طرز صحبته؟ گی شدم. خب همونطوری که متوجه شدید این ویدیو در مورد برادران همجنسگرای عزیزمون و دقیق‌تر بگین دلیل متفاوت بودن صدای اونهاست. الان این آقا رو ببینید، خیر سرش دانشمنده، یه دانشمند گی. داره میگه که از بچگی همه بهش اینو مدام یادآوری میکردن که صدای گیگونه داره و متفاوت تر از بقیه حرف میزنه. پس براش سوال شده که ببینه آیا همچین چیزی، یعنی صدای گی، واقعی هست یا نه. و نتیجه اعجاب انگیز تحقیقاتش هم این بوده که بله، علم این مسئله رو اثبات کرده. یعنی هیچ چیز دیگه‌ای برای مطالعه دانشمندا وجود نداشته. گفتم بیاین در مورد صدای گی ها تحقیق بکنیم. اونم نه یه تحقیق ساده و به هم چسبوندن یه سری فکت از داخل مقالات اینترنتی. دوستانمون رفتن یه تعداد گی و یه تعداد استریت آوردن و از هزاران جنبه اینا رو مقایسه کردن و پشماتون بریزه، فقط هم یه تحقیق نبوده، جای جای جهان دانشمندا اینو بررسی کردن. آناتومی و ژن و سرگذشت همه این نمونه ها رو بررسی کردن و خلاصه خواستم بگم که فقط خاک خودمون نیست که استخوان‌خیزه. بالاخره منم به عنوان یک هموطن و یوتیوبر وظیفه شناس تصمیم گرفتم بیام یه سری از این تحقیقات رو براتون ترجمه و خلاصه بکنم که این سوال بزرگ و مهم که ممکنه ذهن خیلی از شماها رو برای سالها درگیر کرده باشه رو جواب بدم. محققین اول اومدن نگاه کردن به تون صدا که تون صدای یک فرد گی و فرد عادی چطور حین صحبتشون تغییر میکنه و این تغییرات رو در افراد گرایشات مختلف با هم مقایسه کردن. از پارامترهای دیگه تحقیقاتشون مدت زمان کشش حروف صدادار یعنی ا، ا، او، آ، ای و او بود و اینکه چه میزان حروف خاصی مثل س رو غلیظ میگن. در بعضی از مطالعات هم تعدادی از آدم‌ها رو به صورت تصادفی انتخاب می‌کردن، می‌آوردن و میگفتن که تشخیص بدین این فردی که داره حرف میزنه یک مرد همجنسگرا هست یا اینکه خیلی گرایش استریت داره. جالب بدونید نتایج نشون داده مردهایی که گی هستن با تون صدای بالاتری حرف میزنن و اینکه بین پرده‌های بالا و پایین صداشون هنگام حرف زدن رنج خیلی بالاتری وجود داره. حالا دانشمندای بیکار ما اومدن این تحقیقات رو در مورد زبان‌های زیادی هم انجام بدن، از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و غیره. و میدونید نتیجه چی شد؟ خب شاید فکر کنید که توی سری از زبان‌ها این اتفاق نمیافته، اما سخت در اشتباهید. چون در تمام زبان‌ها و گویش‌های دنیا مردهای همجنسگرا متفاوت حرف میزنن. پس صدای گی چیزی نیست که به فرهنگ یا محیط یا زبان خاصی بستگی داشته باشه و همه جا این مسئله وجود داره. یه تفاوت عمده دیگه در حرف زدن همجنسگرایان نحوه تلفظ حروف صدادار بود. این صداها رو معمولاً بیشتر میکشن و تمرکز بیشتری روی یک سری از صداها مثل آ، ای و او دارن. همچنین این دوستان عزیزمون روی حرف س هم تشدید میذارن، یعنی نسبت به افراد عادی س ها رو غلیظ‌تر میگن. سوسیس هم بیا بلش. البته فکر نکنید منظور ما از این تشدید روی سه شل زبانی و یا نوک زبانی حرف زدن. یعنی اینا هیچ وقت شل صحبت نمی‌کنن دوست عزیز، یا نوک زبانی صحبت نمی‌کنن. اینا لازم بود بگم که از فردا نرید توی خیابون و هر کیو که سه رو متفاوت تلفظ می‌کرد انگ گی بودن بهش بچسبونید. و البته یک چیز جالب هم در مورد مردهای همجنسگرا هست که اینها مثل اون عزیزان شل زبانی یا نوک زبانی آناتومی زبان یا دندانهاشون با بقیه فرق نداره، بلکه یه تفاوت خاصی هست که در این افراد ایجاد شده و اگر بخوان میتونن مثل بقیه حرف بزنن. و نکته اساسی داستان همینه که در ادامه بهش میپردازیم. شاید براتون جالب باشه که اشتباهات لپی و صوتی‌های کلامی یا به اصطلاح روی زبان نچرخیدن کلام در مردهای همجنسگرا طبق تحقیقات خیلی کمتر اتفاق میافتن. یه فکت مهم از گی ها اینه که اونها قدرت بیان و همچنین توان مخزنی بسیار بالاتری دارن که البته منطقی به نظر میرسه. مردای همجنسگرا معمولا درخواستشون رو چه راجع به مسائل جنسی و عاطفی و چه چیزهای دیگه زندگی خیلی مستقیم و البته محترمانه بیان میکنن. تمام این یافته ها در تحقیقات باعث شد دانشمندا فکر کنن که تفاوت صدای مردهای همجنسگرا و غیر همجنسگرا به خاطر تفاوت‌های هورمونیه، مثل تستوسترون و بقیه هورمون‌های جنسی. اما پس از این تحقیقات اثبات شد که مردهای همجنسگرا دقیقاً به اندازه مردهای غیر همجنسگرا داخل بدنشون هورمون‌های جنسی رو دارن. پس محققین شروع کردن به بررسی موارد محیطی و تفاوت‌های سبک زندگی این افراد که میتونست دلیل این پدیده رو توضیح بده.
و نهایتا این مسئله به اثبات رسید که هر دو قشر همجنسگرا و غیر استریت صداشون رو بسته به شخصی که باهاش صحبت میکنن تغییر میدن. مردها کلا صداشون رو با توجه به فرد شنونده تنظیم میکنن. مردهای با گرایش جنسی معمولی اصولا حین صحبت با غریبه‌ها سعی میکنن مردانه تر و با تون صدای جذابتر نسبت به مکالمه با شخصی آشنا حرف بزنن. وقتی در حال دستور دادن یا سخنرانی در جایگاه رهبری باشن صداشون رو پایین میارن. همچنین توی یه موقعیت دیگه هم با پرده پایینتری حرف میزنن، وقتی که در حضور یک خانم جذاب باشن. گی‌ها هم صداشون رو تنظیم میکنن ولی با شرایطی کمی متفاوت‌تر. یه تحقیق نشون داد که مردهای گی که شبیه گی‌های دیگه حرف زدن رو دوست ندارن میتونن صداشون رو استریت تر تنظیم کنن و گاهن توسط شنونده ها به عنوان یک فرد استریت اشتباه گرفته میشن. همچنین تحقیقات مشخص کردن آدم‌های همجنسگرا قادر به تغییر صدای خودشون بر اساس اینکه با رفیق، همکار، فامیل و غیره مکالمه میکنن هستن. معمولا موقعی که با دوستان خودشون حرف میزنن تمایل به صحبت با صدای تیزتر یا پرده بالاتر دارن. یه پژوهش در ایتالیا به این نتیجه رسیده که مردهای همجنسگرا هنگام صحبت با کسی که قبلا بهش گفتن گی هستن گی تر حرف میزنن، یا حتی با کسی که اون هم به نظرشون گی میاد هم همینطورن. یک بار هم یوتیوبرهای همجنسگرا مورد بررسی محققین قرار گرفتن و معلوم شد یوتیوبرهای گی بعد از اعتراف به گی بودن مقابل مخاطبان خودشون در ویدیوهای بعدی به نظر مردم با صدای بیشتر شبیه به افراد گی صحبت میکردن. یعنی صدای گی بستگی زیادی به راحتی فرد همجنسگرا با مخاطبش داره. در مقابل یوتیوبرهای استریت که همسن اون یوتیوبرها بودن در همون بازه زمانی سعی کردن بیشتر شبیه استریت ها رفتار و صحبت کنن. این امر منجر به ایجاد این فرضیه شد که صدای متفاوت مردهای گی یک انتخاب توسط اونها برای نشون دادن همجنسگرا بودنشون به اطرافیانشون هست و اینکه بالاخره نشون دادن گرایششون به شما براشون اوکیه. البته این یه چیز قطعی نیست و 100% استثناهای زیادی داره. حالا بریم سراغ یه نظریه کم طرفدار و عمومی که میگه گی ها شبیه خانم ها حرف میزنن، که علم و تحقیقات حول این موضوع این نظریه رو تایید نمیکنه. چون مردهای گی فقط یک سری صداهای خاص و متفاوت میگن که خب گاهی شبیه لحن خانم ها میشه، اما خب گی ها کلا لحن و نحوه صحبت مخصوص خودشون رو دارن که فقط گاهی اوقات ممکنه توی یه سری خصوصیات جزئی شبیه خانم ها بشه. و این بود پاسخ دانشمندان به این سوال مهم. امیدوارم از این ویدیو به عنوان اولین ویدیوی کانال خوشتون اومده باشه. حمایت کردن از یک یوتیوبر و نیمچه دانشمند تازه کار فراموشتون نشه و در آخر هم باید تشکر کنیم از شما عزیزان به خاطر نگاه و وقت ارزشمندتون. در آخر هم باید دوباره اعلام بکنم که بنده فقط یک یوتیوبر و تولید کننده محتوا هستم و در مورد علم و مسائل ناشناخته تولید محتوا میکنم. هیچ تایید و یا تکذیبی راجع به هیچ موضوع نمیکنم و 100% فوبیای بونی دارم همینطور که اینجا نوشتیم. و اگر حالا دوستانی خواستن به خدمت ما برسن یه چیز بازتر بیارن، یه خورده جایگاه تنفسمون بیشتر باشه. به هر حال بازم میگم بنده فقط تولید کننده محتوا هستم و پیرو تمامی قوانین. و تا یک ویدیوی علمی دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. اگر هر سوال علمی و یا عجیب و غریبی دارید حتما این زیر اون سوال رو بپرسید تا در ویدیوهای بعدی بهش بپردازیم و نظرات خودتون رو هم با همون به اشتراک بذارید. بدرود.